سلام. امروز میخوام در مورد کتاب مارکو سومین در ژاپن باهاتون حرف بزنم. سفرنامه و عکس ها از سمیه گلریز. این کتاب با اینکه جلدش روی جلد نوشته مارکو سومین در ژاپن، اول از هنگ کنگ شروع میشه، بعد به اوساکا میان و بعد شهرهای اطراف اوساکا رو میبینن مثل نارا، مثل کوبه و کیوتو، و بعد از اونجا میان توکیو، مقصد آخرشون. مشکل اصلی کتاب ابهاماتیه که توش وجود داره. خب مثلا شما وقتی سفرنامه می‌نویسید، این خیلی مهمه که خواننده بتونه همه چیز رو راحت تصویرسازی کنه، مخصوصا ترتیب اتفاقات رو. مثلا اگر یه چیزی رو گفتید قراره فردا انجام بدید، خب اون مقدمه چینی توی ذهن خواننده هست و میخواد که اون اتفاقا بیفته فردا، حداقل این پیش زمینه رو داره. اینجا مثلا توی صفحه 25 داریم: حالا که خوشبختانه از جتلگ در امان مانده ایم و کم مانده صدای غار و غور شکممان از گرسنگی ترکی بر دیوارهای اتاق بیندازد، پس از آماده شدن برای صرف صبحانه به لابی می رویم. اینجا خود انتخاب کلمه لابی مشکل داره. با آنکه معمولا در سفرها ترجیح می دهیم صبحانه را به جای لابی هتل در کافه های شهر بخوریم، اما حالا درست در همین لحظه که دارم نیمرو بیکن را در بشقابم میگذارم تا با تکی نان توست در بالکن میل کنم، میبینم صبحانه هتل هم لطف خودش را دارد. خب این تصویرسازی نمیشه کرد. شما بالاخره توی لابی هتلی، بعد میرید توی بالکن، بعد جلوتر هست تعداد میز و صندلی ها خیلی زیاد نیست و تمامشان به جز یکی پر هستن. یعنی انگار مثلا مسافرهای دیگه اومدن تو بالکن خونه شما، تو اتاق شما، و دارن با شما صبحونه میخورن. خب در حالی که خب جلوتر بخونید مشخص میشه معنی چطوریه، تصویرسازی درست میشه، ولی اون تصویرسازی خیلی راحت به دست خواننده نمیاد. یا مثلا صفحه 23 صفحه 23 داریم: حمید، دوستشون توی هنگ کنگ، حمید ما را تا اتاق همراهی کرده و خیالش که از همه چیز راحت می شود، از ما تا فردا صبح خداحافظی می کند. خب شما دوباره اینجا این مقدمه چینی رو داریم که فردا صبح حمید رو قراره ببینن، در حالی که از حمید هیچ صحبتی نمیشه تا فردا بعد از ظهر که اون صفحه 34 میاد. بعضی موقع هم نویسنده یه چیز رو میخواد بگه به خواننده، ولی مثلا با یه رمزی انگار حرف میزنه. مثلا اینجا مثلا داریم: پس با آنکه در این نیمه شب هیچ گونه احساس ناامنی از پرسه زدن در خیابان نمی کنیم، کارت را با دقت در جای خوبی قرار می دهیم و از سوپرمارکت خارج می شویم. این کارت مترو و اینجور چیزاست، ولی اینکه توی جای خوبی قرار میدید یعنی چی؟ مثلا تو کیفتون میگذارید، توی کیف پولتون میگذارید. میشد مثلا جای خوب رو توضیح داد که دقیقاً تو کجا میذارید، یا اصلا اگر اهمیتی نداره میشد حذفش کرد. یکم جلوتر صفحه 58 هم میرن توی معبدی و توی معبدهای چین یک سری مثل فالگیر مانند هایی هست که شما باید مثلا یه جعبه استوانه‌ای مانندی رو تکون بدید، مثل اینکه از اون تو اون وقت یه چیزی شبیه چوب میارید بیرون و روش مثلا شماره نوشته، و بعد میتونید از روی اون اپلیکیشن یا سایت شماره‌تون رو بزنید و ببینید چه فایلی براتون اومده. نویسنده اینجا فقط در مورد خوبی یا بدی اون فال صحبت میکنه و میگه که به ما گفت بد نیست. خب یه همچین چیزی بود اگه یادم باشه. خوب است. آره، صفحه 57. این در حالی که شما اگه برید سایتش، مثلا اینا سایتش رو میذارن اینجا، میتونست با همون عدد 81 که توی کتاب اومده بیشتر توضیح بده در مورد چه چیزایی این فال هستش. خب یعنی خواننده رو کنجکاو میکنه ولی بهش چیزی ارائه نمیکنه. در مورد توصیفات سس هم همینطور. خیلی جاها در مورد سس ها نوشته سس مخصوص یا سس خاص.
مثلا سس خاص سوئدی صفحه 59 و یا سس مخصوص اوکونومیاکی صفحه 170. خب خواننده ایرانی ممکنه با این سس ها آشناییتی نداشته باشه، بهتره که یکم بیشتر در مورد اون سس ها توضیح بده. یا صفحه 59 داریم، فکر کنم رفته بودن موزه اینجا با دوستشون حمید و خانم اوکراینیشون آلنا. فضای سالن اصلی را اسکلت کامل حیوان عظیم الجثه‌ای از گروه غول‌پیکران منسوخ شده تشکیل می‌دهد. خب حیوان عظیم الجثه از گروه غول‌پیکران چه حیوانیه؟ نمیدونم، دایناسور بود، ماموت بود، میشد اسمش رو آورد یا میشد حتی عکسش رو اینجا تو صفحه بعدی مثلا آورد. صفحه 63 هم 63 این هم دوباره در مورد ترتیب اتفاقاته. می نویسه قهوه بسیار خوشمزه، اما هوای داخل کافه به سبب کولرهایش بی‌نهایت سرد است. آنقدر که گاهی برای گرم شدن و فرار از سرمای داخل مجبوریم از کافه بیرون برویم. خب الان تو ذهن من دارم تجسم میکنم که رفتن بیرون. در هوای گرم آنجا دستها را کمی به هم بکشیم تا پوست یخزده به نوایی برسد. ما که هیچ، حمید و آلنا هم که مدت زیادی ساکن اینجا هستند هم این میزان سرمایه داخل کافه ها برایشان اذیت کننده است. قبل از اینکه کامل یخ بزنیم قهوه ها را تا ته سر میکشیم و دوباره به خیابان برمیگردیم. مگه برنگشته بودی؟ میدونید یه همچین چیزی تو ذهن آدم به وجود میاد. یا صفحه 225 اینجا داریم رفتن توی کمبینی و نوشیدنی سفارش دادن. نوشته که 2 نوشیدنی داغ از دستگاه خودکار داخل لیوان‌های کاغذی پر می‌کنیم. 2 نوشیدنی داغ، یعنی توضیح نمیده چه نوشیدنیه، ولی چند خط جلوتر می‌نویسه که در حالی که قطرات باران به شیشه میزند قهوه‌های داغ را می‌نوشیم. خب چرا این قهوه داغ از اول آورده نشده؟ صفحه 240 هم 240 دانه‌های باران میزگرد جشنواره شناسی را مختل می‌کند. ظاهراً ابرهای کیوتو نخواستند روی سازمان هواشناسی را زمین بیندازند. تماشای این مناظر باران خورده از پشت شیشه رستوران دلنشین‌تر است. پس به سوی این دلنشینی بیشتر میشتابیم. بعد از غذا نوبت خداحافظی جدی با کیوتوست. مثلا غذاشون توی فقط 3 خط آورده شده. رفتیم غذا رو خوردیم و داریم خداحافظی میکنیم. خب اینجا حتما خواننده دوست داره بدونه از غذاهای ژاپن، با اینکه توضیحاتش توی جاهای دیگه هم هست، ولی آوردن اینکه اینجا شام خوردیم وقتی شما هیچی در مورد اون شام توضیح نمیدین فکر نمی‌کنم ضروری باشه. با این حال فکر می‌کنم کتاب قبلیشون هم اگه یادم باشه، مارکوس آمین در استرالیا، اونم همچین مشکلی رو داشت. باز این تو ژاپن بهتر بود، حداقل توضیحات بیشتری در مورد غذاها داده شده بود اینجا. توی صفحه 251 هم موقعی که نویسنده در مورد هاکونه توضیح میده، می‌نویسه هاکونه غیر از صدها گونه متفاوت از چشمه‌های آبگرم و دریاچه، یک دره شگفت‌انگیز نیز دارد که دارای تخم‌مرغ‌های مرموزی است. راست یا دروغش را نمی‌دانم، اما عده‌ای معتقدند خوردن هر یک عدد از آنها 7 سال به عمر آدمی اضافه می‌کنند. غیر از این هیچ توضیح دیگه‌ای در مورد اون تخم‌مرغ‌های مرموز نمیده. ولی تخم‌مرغ‌هایی هستن که اینا رو داخل همون چشمه‌های آبگرم میجوشونن، یعنی تخم‌مرغ آبپز میشه، منتها نوع آبش به خاطر اون املاحی که داره رنگ این تخم‌مرغ‌ها رو سیاه میکنه. حالا عکسش رو اینجا میگذارم. ولی توضیحات دیگه‌ای در مورد این تخم‌مرغ داده نمیشه، یعنی یک حس کنجکاوی دوباره برای خواننده ایجاد میکنه، ولی
دیگه هیچی در موردش ارائه نمیشه در ادامه. حالا این همه چیز بد شاید گفتم، انتقاداتی بود به کتاب، بذارید چند تا چیز خوبم بگم. بعضی موقع همین ابهام یا پرسش توی کتاب به وجود میاد و چند خط بعد یا چند صفحه بعد نویسنده اون جواب رو به خواننده میده و فکر می‌کنم این خیلی نکته خوب کتابه. مثلا صفحه 207 اینجا دارن وارد، فکر می‌کنم داخل معبدی هستن و یک سری دروازه‌های پشت هم وجود داره. بعد نویسنده میگه روی برخی از ستون‌ها حروف ژاپنی سیاهی حک شده که هنوز برایمان غریب است و بعید هم می‌دانم به این زودی‌ها تغییری حاصل شود تا بتوانیم کلمه ژاپنی بخوانیم. حالا دو صفحه اگه من برم جلوتر، صفحه 209 و اواخرش تا 210 یک تور لیدری رو می‌بینن که داره در مورد همون حرف میزنه و اینجا داریم از توضیحاتش متوجه میشویم که هر کدام از این دروازه ها را افراد مختلفی برای نذرهایشان به معبد اهدا کردند، نذرهای نسبتاً گران. اینجا یعنی جواب اون کنجکاوی یا اون سوال یا اون پرسش رو به خواننده میده. بعضی موقع هم اکتشافات تدریجی هستش توی کتاب و خورد خورد اینا به خواننده منتقل شدن، مثلا در مورد دستشویی‌های ژاپن. برگردیم به انتقادا. یک مشکلی که توی کل کتاب هستش انتخاب کلمات هستش. مثلا صفحه 22 هتل یک برج 39 طبقه است و لابی در طبقه سوم قرار دارد. وارد آسانسور که میشویم نکته جالب نبودن طبقات 24, 14, 13, 4 و 34 است. 34 که باید بره آخرش، فکر می‌کنم به خاطر اینکه عددا شاید موقعی که تایپ می‌کردن اشتباه شده، ولی مشکل اینجاست. 13 رو که خودمان حذف می‌زنیم به خاطر نحس بودنش حذف شده، اما حمید میگوید عدد 4 و تمام مشتقاتش هم اینجا همان حکم 13 را دارند. عدد 14 مشتق 4 نیست. این کلمه مشتقاتش اینجا اشتباهه. لابی هتل هم که اول گفتم، در مورد زیارتگاه هایی که رفتن، یعنی معبدها و ایزدکده ها، کلمات خیلی مختلفی استفاده شده. از صومعه تو صفحه 58 استفاده شده، زیارتگاه شینتو صفحه 151، معبد بودایی که درسته 151 و همینطور معبد بودایی و شینتو صفحه 179. بهتره که برای دینای بودایی بگیم معبد بودایی و برای دین شینتو از ایزدکده استفاده کنیم. ولی کلمات خیلی مختلفی تو این کتاب برای توصیف اینجور مکانها استفاده شده بود. صفحه 136 داریم گوشت مرغ، موجودات دریایی مختلف و سبزیجات به سیخ کشیده شده در روغن داغی فرو می روند و بعد از چند دقیقه جلز و ولز کردن آماده خوردن می شوند. در ژاپنی به این نحو از پخت غذا کوشیکاتسو می گویند. کوشی یعنی سیخ و کاتسو یعنی پخته شدن در روغن عمیق. پخته شدن در روغن عمیق معنی میده، ولی سرخ کردن یا سرخ شدن در روغن عمیق درست تره. و یا صفحه 153 داریم پاها را زیر باسن جمع کرده و به صورت دوزانو نشستند. خب اینجا زیر باسن جمع کردن دوباره نیازی نیست. شما اگه بگید پاها رو یعنی به صورت دوزانو نشستند، خب اون کامل حق مطلب رو ادا میکنه. بعضی موقع هم خود نویسنده متوجه ایراد میشه و کلمه رو تو جملات بعدی عوض میکنه. مثلا صفحه 163 داریم
شاید آن خانم میانسال ژاپنی در همین احوالات به سر میبرد. موقرانه روی آن نیمکت سفید براق لمیده است. البته شاید بهتر باشد به جای لمیدن بگویم نشسته است. انگار حتی در خلوت خودش هم یک سری اصول را لازم الاجرا می‌داند. چون با آنکه آرامش از چهرهش فوران می‌کند، ولی حالت قرار گرفتنش روی نیمکت رسمی و مؤدبانه است. و اگر رسمی و مؤدبانه است، اگر داره یک سری اصول رو لازم الاجرا میدونه، اگر نشسته، اون کلمه لمیده اولش با اینها سازگار نیست. صفحه 178 هم 78 داریم میان آب قایق‌های کوچک گردشگری با طمأنینه جولان می‌دهند. با طمأنینه یه حالت آرامشی داره. جولان دادن برعکس. کنار هم قرار دادن این دوتا یک تناقض ایجاد میکنه. یا صفحه 185 فقط خانم سمیه گلریز هست و همسرشون امین، ولی می نویسه 2 گروه میشویم. خب اگر 2 نفر باشید و جدا از هم بشین، اون 2 گروه دیگه نمیشین. گروه باید بیشتر از 1 نفر باشه. یا صفحه 201 داریم made in Japan. اگر made و اینش رو قراره به انگلیسی بنویسیم، خب بعدش هم باید made in Japan باشه دیگه. یه دفعه نمیشه وسطش ژاپن آورد. توی صفحه 211 هم داریم در ژاپن ماده خوراکی به نام توفو وجود دارد که از شیر سویا گرفته می شود و چیزی شبیه پنیر است. همین توفو را در روغن 3 بار سرخ می کنند و ادویه‌های خاص ژاپنی مثل معروف ترینشان یعنی داشی به آن می افزایند. داشی ادویه نیست، عصاره ماهی هستش. یعنی به کار بردن ادویه اینجا درست نیست، باید میشد عصاره. توی صفحه 243 هم به جای نقش مهمی در اتمام اختلاف‌های داخلی باید بشه نقش مهمی در اتمام جنگ‌های داخلی، نه اختلاف‌های داخلی. صفحه 252 هم کیمونوی نخی داریم، در حالی که کیمونو نخی نمیشه، مگر اینکه منظورشون یوکاتا هستش. بعضی موقع هم کلمات انگلیسی یه دفعه وسط جمله میاد که به نظرم همخوانی نداره توی کتاب. مثلا face to face صفحه 262 با یه گوز بود فکر کنم، یا اون حیوانایی که توی نارا هستش با اونها روبرو شده بودن. و یا صفحه 316 پروسه غروب در حال طی شدن است. فکر نمی کنم غروب پروسه باشه. پروسه به نظرم حالت انسانی داره، مثلا پروسه یک چیزی. غروب حالت طبیعیه، فکر نمی کنم بشه گفت پروسه غروب. یعنی از لحاظ اینکه این 2 کلمه کنار هم بیاد یکم فکر میکنم غلطه. لحن کتابم در کل یک نواخت نیست. مثلا بعضی جاها رسمیه، بعضی جاها شاعرانه است، بعضی جاها خیلی گرم و صمیمیه. مثلا صفحه 74 گویند هنگ کنگ یعنی عطر خوش بندر. خب گویند اینجا حالت ادبی داره. بعد صفحه 118 جایی که از دکمه دستشویی رو میزنن می‌نویسن دکمه بعدی را که می‌فشارم المانی به اندازه 1 انگشت از دیواره داخلی خارج می‌شود و آبی به صورت اسپری از نازل سر آن بیرون می‌پاشد. خیلی تند و تیز خودم را عقب می‌کشم و الا کامل خیس شده بودم. این و الا کامل خیس شده بودم هم دوباره حالت خیلی صمیمی و گرمی داره. بعد صفحه 159 داریم صحبت از رستوران شد، تازه یادمون افتاد دارد غروب می شود. انگار که مثلا دارید حرف میزنید با خواننده.
نمیدونم چرا اینجا منو حتی یاد مارمولک، فیلم مارمولک انداخت. یا صفحه 170 داریم انگار زمان به ناگه به عقب بازگشته است. دوباره اینجا یه حالت ادبی پیدا میکنه. غیر از این لحن کتاب بعضی جا هم کلماتی بود که نمیدونستم معنیش چیه. شما اگه میدونید میتونید توی کامنت ها به هم بگید. یکیش فونیکولر هستش، صفحه 31 فونیکولر نمیدونم. یکی دیگهش هم اعوجاج نمیدونم اینم یعنی چی، صفحه 29. بعضی جا هم نویسنده اطلاعات غلطی به خواننده میده. مثلا صفحه 36 میگه که جکی جان به 11 زبان دنیا مسلطه، در حالی که اینطور نیست. یا مثلا نویسنده میگه که هرگز پولی توی ژاپن مستقیم دست به دست نمیشه، در حالی که در حالت واقع اینطور نیست. درسته که بیشتر اوقات یک چیزی شبیه مثلا سینی هستش و از اون رو پول دست به دست میشه، ولی مستقیم هم میشه و هیچ ایرادی نداره. یا صفحه 151 برای ورود به دروازه وضو لازمه. برای ورود به معابد درسته که باید وضو بگیرید، ولی برای ورود به خود دروازه هیچ وضوئی لازم نیست، مگر اینکه حالا مخصوص یک مکان خاص بوده. در حالت عادی یا برای اکثر معابد و ایزدکده ها چنین چیزی درست نیست. یا صفحه 180 نویسنده میگه که معبدهای بودایی در درجه 2 برای ژاپنیا قرار دارن، در حالی که بازم اینطوری نیست. معبدهای بودایی و ایزدکده های شینتو توی درجه 1 درجه 2 ندارن. بعضی مراسم ها هستش که باید برن حتما توی معابد بودایی انجام بدن، بعضی مراسم ها هستش که برای دین شینتوه و میرن ایزدکده های اونجا مراسم رو انجام میدن. ولی اینکه یکی از این دین ها درجه 1 باشه و دیگری درجه 2 اونطور نیستش. یعنی شما از خود ژاپنیا بپرسین دینتون چیه، هیچ وقت نمیگن من یه دفعه مثلا بوداییم یا من شینتوییم، یا اکثرا میگن ما اصلا دینی نداریم. ولی به لحاظ فرهنگی مثلا دعا میخرن یا موقع سال تحویل میرن ایزدکده های شینتو و برای اون سال مثلا چیز میکنن، دعا میکنن. صفحه 195 در مورد نحوه خوردن سوشی دوباره داریم که باید زنجفیل رو بذارید روی سوشی رو بخورید. این در حالی که اینطوری نیست. شما موقع سوشی خوردن اولا که با دست میتونید بخورید، لازم نیست حتما با چاپستیک باشه. حالت سنتیش و قدیمیش هم با همون دسته. بعد یک کوچولو میزنید به سس سویا و میخورید. اون زنجفیل حالتیه که شما بعد اینکه خوردین، برای اینکه طعم دهنتون عوض شه، یعنی طعم دهنتون به حالت خمسا در بیاد، شما زنجفیل رو میخورید و مثلا سوشی بعدیتون ممکنه یه چیز دیگه ای باشه. در مورد خمیر سبز رنگ که فکر میکنم همون واسابی هستش، اوایل کتاب توضیح داده نشده. صفحه 302 دوباره میاد و پوره سبز رنگ توضیح داده شده اینجا. یکم در موردش حرف میزنم، ولی اینکه چه مزه‌ای داره اصلا توی کتاب نیست. یه جا هم می نویسن که گیشه ها فقط برای مردان برنامه اجرا میکنن، صفحه 214. این در حالی که اینطوری نیست. گیشه ها هم برای مردان، برای زنها برنامه اجرا میکنن. در مورد قطارهای سری و سیر ژاپنی یا شینکانسن، صفحه 254 این قطارهای واقعا سری و سیر ژاپنی از 50 سال پیش، یعنی سالهایی که شاید خیلی کشورها هنوز شبکه ریلی سراسریشان کامل نبوده، با سرعت 300 کیلومتر در ساعت کارشان آغاز شده و این روزها با سرعت‌های 400 و حتی 600 کیلومتر بر ساعت مسیر پیشرفتشان را ادامه می‌دهند. اینم اغراقه. اصولاً سرعت شینکانسن ها یا این قطارهای سری و سیر ژاپنی چیزی بین مثلا 285 تا 320 تا.
درسته رکورد آزمایشی اینا دارن، ولی اون حالت فقط رکورد برای استفاده عمومی نیستش. صفحه 281 داریم. نویسنده در مورد هتل‌های کپسولی ژاپن داره اطلاعات میده. میگه حالا اگر بی‌انصافی را کنار بگذارم، با فضای بزرگتر و البته فول امکانات، وسایلی معمولی مانند پتو، بالش و تلویزیون که دارد هیچ به ماساژور، تنظیم دما و نور اتوماتیک هم مجهز است. پتو و بالش درست داره، ولی تلویزیون یا ماساژور بعید میدونم توی حداقل این هتل کپسولایی که من رفتم هیچ کدوم به این امکانات مجهز نبودن. حتی اگه تلویزیون هم اونجا باشه، خب خیلی نزدیک چشمتون میشه، چون جای زیادی ندارید توی هتل کپسولی. شاید یه تلویزیون باشه مثلا برای همه توی مکانی که برای عموم هستش، ولی اینکه هر اتاق هتل کپسولی همچین امکاناتی داشته باشن به نظرم درست نیست. صفحه 282 نویسنده میگه که شاید امروز شنیدن این موضوع که امپراتور یک کشور با غرب تعامل برقرار کرده کم اهمیت به نظر بیاید، اما با دانستن اینکه ژاپن در گذشته دور برای 300 سال در انزوای کامل به سر می‌برده و حتی مجازات کسی که به هر دلیل اقدام به خروج از کشور می‌کرده مرگ بوده، حالا ادامه میده جمله رو، ولی اینجا 300 سال در انزوای کامل غلطه. 220 سال درستش هستش. صفحه 331 هم داریم. آمیا یعنی آب نبات، در حالی که آمه فقط معنی نبات یا شیرینیجات اینا رو میده. اون یا معنی فروشگاه یا فروشی میشه، یعنی آب نبات فروشی. بعضی موقع هم نویسنده خیلی اطلاعات به درد نخوری به خواننده میده که بود و نبودش هیچ فرقی تو کتاب نداره و فکر میکنم میتونست از حجم این کتاب یکم کم کنه. مثلا اینکه شما توی هنگ کنگ به راست بپیچین یا به چپ بپیچین چیز مهمی نیستش، یا مثلا اطلاعاتی که در مورد آسانسور برج 3 هستش، یا مثلا رمز ورود برای Airbnb که رمزشون 108 پاس به چه درد میخوره. در مورد عکس های کتابم بهتر بود فکر میکنم که عکس ها با متن میخوند. مثلا صفحه 134 در مورد عکس معروف دوتونبوری توی اوساکا دارن حرف میزنن و توصیفش میکنن. خب این خیلی خوب میشد اون تصویر رو اینجا صفحه بعدی می آوردن. و همینطور صفحه 218 با چند تا دختر کیمونو پوش ژاپنی عکس میگیرن و فکر میکنم اگر اون هم گنجانده میشد خوب میشد. یه چیزی که فکر میکنم برای ما ایرانی ها خیلی حالت طبیعی داشته باشه اینه که وقتی شما توی مکان عمومی هستین میتونید عکس بگیرید. این توی ژاپن اصلا درست نیست و حتما باید شما با افراد از افراد اجازه بگیرید برای عکس گرفتن ازشون و اگر نکنید ممکنه حتی پیگرد قضایی داشته باشه. بعضی عکسایی بود که نمیدونم اینا رو ازشون پرسیده بودن یا نه، ولی حتما حداقل اگر شما یک روز اومدید ژاپن مواظب باشید موقع عکاسی کردن یا فیلم برداری کردن توی مکان‌های عمومی. حتی اگر به تلویزیون ژاپن نگاه کنید میبینید که همیشه پشت رو جای عمومی چیز میکنن، کدر میکنن که کسی نتونه کسی رو تشخیص بده. یه چیزی که خیلی توی کل کتاب من رو اذیت میکرد بی برنامگی سفر بود. مثلا همون اوایل کتاب وقتی داشتم میرفتم هنگ کنگ با یک گیفت کاردی هتل رو رزرو کرده بودن و هتل داره مثلا که بهشون ایمیل زد که ما گیفت کارت قبول نمی‌کنیم و اینا هم جواب داده بودن که نه ما شب میایم پول رو نقدی میدیم. این در حالیه که وقتی به هنگ کنگ رفتن اصلا هتلشون رو عوض کردن و به اون هتل نرفتن. خب که به نظرم کار خوبی نبود. یا صفحه 141
41. در حین خروج از بانک از نگهبان در مورد مکانی که بتوانیم از آن سیم کارت ژاپنی تهیه کنیم میپرسیم. این رو مثلا میشد شما قبلتر موقعی که حتی تو فرودگاه بودید مثلا اقدام کنید براش. نباید مثلا اون رو به روز بعدی موکول میکردن فکر کنم. یا صفحه 209 یکی از موارد باقی مانده محله نینیزاکا است که کمابیش همان گیون است که دیروز دیدیم. یعنی یک محله سنتی با اماکن دیدنی که اتفاقا اینجا هم احتمال دیدن گیشا وجود دارد. همان بانوی اسرارآمیزی که از ابتدای ورود به ژاپن آرزوی همصحبتی با آنها را داشتیم و تا الان میسر نشده است. اگر خیلی دوست داشتن مثلا با گیشا دیدار کنن یا مثلا توی مراسمی میرفتن میتونستن از قبل رزرو کنن. اینطور نباید باشه که خیلی بی برنامه یه دفعه یک گیشا رو توی خیابون ببینن و بخوان باهاش هم صحبت شن. در مورد هاکونه هم همینطور. مثلا موقعی که روزی که باید برن به توکیو و یعنی روزی که باید هتل رو چک اوت کنن تازه میرن در مورد هاکونه و نحوه بلیط گرفتن قطار یا مثلا چه راههایی هست برای رفتن به اون مشورت میگیرن. خب اینو میشد روز قبلش انجام داد و با این کار میتونستن حتی بلیط‌های ارزان‌تری چه بسا پیدا کنن. یا مثلا موقعی که رفتن بازار تسوکیجی توی توکیو، بازار ماهی ها، ظهر رفتن و برای مزایده ماهی ها باید صبح ساعت 5 میرفتن. بعضی ها هم کتاب اشکالای خنده‌داری داره که یک نوع معصومیتی توشون هست. مثلا جایی که از توکیو از مترو اومدن بیرون، یه پیرمرد و فکر می‌کنم دوچرخه سواری رو میبینن و میگن که بذارید پیدا کنم مثلا چون دقیق یادم نیست. 122 نیک میدانم اگر سال اول ازدواجمان بود امین از دیدن این حرکت من شاخ در می آورد که وقت چمدان کشان در حال رفتن به هتل هستیم از این درخت نصف نیمه عکس بگیرم، آن هم در حالی که حتما در 2 هفته اقامتمان در ژاپن به تعداد بیشماری صحنه‌های سرشار از شکوفه‌های درختان تنومند گیلاس خواهیم دید که نه تنها یک پیرمرد بلکه شاید چند جوان شاداب کیمونو پوش دوچرخه سوار هم آن قاب را آراسته تر کردند. تصور اینکه کسی کیمونو بپوشه با اون همه، یعنی چون کیمونو لباسیه که خیلی سفته و نمیشه اصلا حتی تون راه رفت، چه برسه اینکه دوچرخه سواری کرد این پوشیدن کیمونو، برای من یکم خنده‌دار بود. یا صفحات آخر کتاب موقعی که دارن از مرز خارج میشن، صفحه 398 و 399، به غیر از آن سه کلمه که پیش از آمدن به اینجا میدانستم، حالا 2 کلمه دیگر هم آموختم. پانجای به معنای زنده باد و نیهون به معنای سرزمین آفتاب تابان که خودشان ژاپن را به این نام هم صدا میزنند. و جلوتر با مرور همه اینها در ذهنم پاسپورت را که از مأمور میگیرم به او میگویم پانجای نیهون. فکر کنم پانجای منظورشون بانزای باشه. بانزای به معنی زنده باده، نه پانجای. و یکم غلطه. حتما طرف فهمیده میخوان چی بگن ولی درست نیست. پانجای بانزای درسته. بانزای نیهون. کتاب اشکالای ویرایشی هم داره. مثلا صفحه 23 در قفسه‌ها بین محصولات تکراری مانند چیپس، بیسکویت و شکلات بسته‌هایی است که تاکنون شبیهشان را حتی ندیدیم. بسته‌هایی هست، درسته.
یا صفحه 25 خوابالوده، فکر میکنم درست نباشه، باید خوابالود باشه، هی آخرش نیاز نیست. یا صفحه 111 پرواز چند ساعتی که پرواز چند ساعته درسته. یا صفحه 145 امین گنها را خرد کرده است. میز را با تمام وسایل متفاوتش رها تا به سمت کروکی بعدی حرکت کنیم. رها کرده فکر می‌کنم درست‌تر باشه اینجا. کتاب اشکالات تایپی خیلی زیادی هم داره، با اینکه این نسخه که من خوندم چاپ 2 کتاب هستش و فکر کنم چاپ 4 هم از این کتاب در اومده. شاید این اشکالات تایپی حداقل برطرف شده. مثلا صفحه 104 داریم منظراهی، یا مثلا صفحه 125 سوباسا اوزرا، در حالی که سوباسا اوزارا درسته. یا صفحه 176 هاتسون مود درستش هاتسون موده هستش، هش افتاده یعنی اینجا. یا صفحه 254 ناکاساکی که درستش ناگاساکی درستش هستش. یا صفحه 268 آوش که درستش آغوش هستش. یا صفحه 321 بک بسته که درستش یک بسته هست. و همینطور صفحه 345 توضیحات که همون توضیحات نقطهش دوباره افتاده. یک مشکلی که من خیلی توی کتاب‌های فارسی دیدم که در مورد ژاپن نوشته میشه، توی حداقل سفرنامه‌ها، هم این سفرنامه مارکو سامین در استرالیا و همینطور دو دستی آقای منصور ضابطیان که بعد از این کتاب قرار نقلش کنم، تلفظ لغت‌های ژاپنی هستش. بعضی لغت‌ها رو خیلی راحت میشه خوند به زبان فارسی. اینا رو مثلا اینجا میارم، شما هم میتونید امتحان کنید. این کلمه رو مثلا چطوری تلفظ میکنید؟ درستش هست نیشیکی. یا مثلا این یکی کلمه درستش هست ایناری. و یا این یکی کلمه درستش هست شینکانسن. و یک کلمه دیگه که تلفظش شینجوکو هستش. ولی یه سری کلمات دیگه هستش که امکان غلط خونده شدنشون خیلی زیاده. مثلا بذارید امتحان کنیم. این کلمه رو شما چطوری تلفظ میکنید؟ درستش تاکایاکی هستش. و یا این یکی درستش اونیگیری هستش. و همینطور این یکی کلمه درستش گوهان هستش. و یا این یکی کلمه درستش اونسن هستش. یا این یکی درستش موچی هستش. اینجور کلمات که احتمال غلط خونده شدنشون هستش، به نظرم بهتر بود با اعراب توی کتاب آورده می شدن. با اعراب گذاری یعنی می شدن. یک کلمه هم اشتباهه و اون ایناری سوشی هستش. صفحه 210 وقتی ایناری رو میخوایم بیاریم با سوشی ترکیب کنیم، اون سه به ز تبدیل میشه. درستش ایناری زوشی هستش. صفحه 239 تا 240 هم 239 اینجا در مورد فستیوال‌ها و جشنواره‌ها نویسنده داره توضیح میده. این ژاپن چقدر فستیوال و مناسبت‌های گوناگون دارد. تا به حال فکر می‌کردم اگر جشن‌های فراموش شده باستانی خودمان مثل تیرگان، مهرگان و خرم‌روز به آیین‌های فعلیمان مثل چهارشنبه سوری، 13 بدر، سال تحویل، شب یلدا و خیلی‌های دیگر اضافه شود، از این منظر در دنیا اول خواهیم بود. حالا اما باید به این رکورد شکنی شک کرد وقتی می‌بینم ژاپنی‌ها این همه فستیوال و جشن‌های دیگری مثل کیچیجوجی، ماتسوری، ساپورو، کونچی ناگازاکا و تاکایاما دارند. من اینو اگه بخوام به فارسی ترجمه کنم، مثلا معادل سازی بکنم، اینطوری میشه:
ایرانی ها جشن های دیگری مثل شرق غرب، جشن، اردبیل، یزد نخلگردانی و چهارشنبه سوری دارند. یه همچین چیزی میشه. یعنی یه سری اسمای مکان هست، ماتسوری که همون جشنه و کونچی ناگازاکا باید باشه ناگاساکی کونچی، ترتیبش هم غلط. این در مورد اعراب گذاری که یکم قبل‌تر حرف زدم، باید اینم بگم که فکر می‌کنم توی 25% آخر کتاب، یعنی 1/4 آخر کتاب، نویسنده یا خود تایپیست اعراب گذاری میکنه روی بعضی از کلمات. مثلا صفحه 303 داریم ایکامشی. این فکر می‌کنم اگر تو کل کتاب اعراب گذاری میشد خیلی میتونست به درست خوندن اون کلمات کمک کنه. صفحه آخر کتاب هم البته یک ضمیمه‌ای هست، جدول لغات لاتین کتاب. حتی اینا لغات لاتین نیستش ولی خیلی کمک میکنه به درست خوندن کلمات. با این حال اینم خالی از اشکال نیست. مثلا سوهو هچش رو با کپیتال نوشته، یا آکاشی کایکیو توی فارسیش نوشته آکاشی کایکو، یا همینطور هاتسوموده همونطور که قبلا گفتم هش جا افتاده. همینطور ایناریزوشی به جاش نوشتن ایناری سوشی. و صفحه بعدیش داریم اوساکا کاسل، ایلش باید جا به جا بشه و همینطور موچی باید ام او باشه نه ام یو. و تلفظ تسوکیجی هم به فارسی تسوکوجی آورده شده، تسوکیجی درسته، یعنی به لاتین به انگلیسی درستش نوشتن ولی به فارسی غلطه. و همینطور اسم امپراتور هیروهیتا نوشته شده به فارسی. چیزهای جدیدی هم توی این کتاب من یاد گرفتم. مثلا تلفظ ماهی مرکب توی جنوب ایران آنکاس یا اونکاسه، نمیدونم، اینم اعراب گذاری میخواد. و همینطور ساکانا، خوراکی که همراه ساکی خورده میشه ولی بیشتر حالت ادبیاتی داره. علاوه بر اون لیست لاتینی که ته کتاب بود، به نظرم اگر نویسنده مثلا یه اوریگامی هم اضافه میکرد به کتاب خیلی خوب میشد، مثلا اوریگامی دورنا. و فکر میکنم نویسنده های کتاب که جفتشون مهندس هستن خیلی خوب میشد به رشته خودشون، یعنی همون مهندسی، خیلی میپرداختن توی این کتاب. مثلا جاهایی که نویسنده ها دارن در مورد پلی که یه پل خیلی طولانی هستش توی فکر می‌کنم اوساکا بودش و میگفتن طول پل ممکنه تا 2 یا 3 متر عوض شه، صفحه 162، اون خیلی چیز جالبی بود برای منی که هیچی در مورد مهندسی نمیدونم. و اینجور چیزای کتاب فکر می‌کنم اگر بهش بیشتر پرداخته میشد این کتابو میتونست خیلی متمایز کنه. یا هم مثلا همون جایی که در مورد ریوکان نیسان یا مهمانخانه یا هتل شرکت نیسان توضیح میدادن، طوری که صندل ها مثلا خودشون میرن جفت میشن و اینجور چیزا. در کل من به این کتاب 1 ستاره از 5 ستاره میدم و فکر میکنم از لحاظ نوشتار اینا بهتر از کتاب سفرنامه استرالیاشون بود. تا این هفته کتاب دیگه، خدا نگهدار.